شهید سید مسعود رشیدی کل سابق جنگش 23 روزه. از این داشت مشتی و سلام کردم بلد نبود، اومد پیش من تو خط بود، گفت آب علیکم. گفتم بله. گفت آب علیکم. میگه پیغمبر. این دیگه این دکمه ها باز، بندی پوتین باز، کلاشورشون نشان داده بود، سن 18-19 سال، معوض وزی بود، عجیب. اومد پیش ما و من تا سلام کردن شدیدم، گفتم این هر کجا بره اونجا خراب میکنه، به پیش خودمون داخل سنگری میخواست نماز بخونید، مورو مینداخت بالا با پاش استوب میکرد اینطوری وای میسه جلو خدا، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، اینطوری وای نماز میخوند. من هرس میخوردم هی جوش من نکنم باید نماز فلان نیست. یواش یواش یادش دادیم که باید چطور نماز بخونید. این یواش یواش ما کلا شد 23 روز، کلش 23 روز. شب سنگر کمی نگهبان بود، 12 تا 2 نگهبان بود. فردش من همچی ساعت 2 تا 4 آقای میرزایی الان هستش. گفتم مهدی برو پست از مسعود تحویل بگیر. گفت من نمیرم، میترسم این تازه امشب شب اول شب کمی یه بلای سر ما میاد. نه خب با هم بریم. رفتیم پست ازش تحویل بگیریم. هی هرچی به سنگر کمی نزدیک تر میشدیم، دلی شب تو دل خور عبدالله صداش کردم مسعود، آقا مسعود، جواب نمیده. گفتم یه بلایی سرش اومده. خوب که نزدیک شدم دیدم که تو سنگر خوابش بود. آیسالی بیدارش کردم، تا بیدار شد زد زیر گریه. گفتم چطوری؟ گفت من صبح شهید میشم. خندم گرفت. گفتم بنده خودم من یه عمر جنوبم، کردستانم، جنگیدم، این عملیات اون عملیات، این پدافند، درود اومدی. گفت من صبح شهید میشم. گفتم این خوابش برده میخواد بهش چیز نگه. گفتم شهید شدی، ما رو دعا کن، برو تو سنگر. اومد سنگر خودی ما بود. تا صبح گریه میکرد، ساعت 2 تا صبح گریه میکرد، تا 4 و ربع صبح. ساعت 4 و ربع بود، من تو رکوع رکعت دوم نمازم بودم که دشمن پاتک کرد. یه منطقه بود از ما گرفت، 30 خورده از بچه‌ها ما رو اسیر کرد. ما زدیم بچه‌ها رو آزاد کردیم. یه جنگ عجیبی بود. ساعت 3:30 خط آروم شد. من فکر میکردم باید 70-80 تا باید شهید داده باشیم. اینقدر دشمن رو سر ما گلوله ریخت. می‌خواستیم راه بریم، دستمون اینطوری میگرفتیم به هم دیگه نخوریم. از شدت گرد و خاک و دود. ساعت 3:30 گفتم یا آمار بگیرید چند نفر شهید شد. اومدن گفتم فقط یه نفر شهید شد. گفتم این حجم آتش، گفتم فقط یک. به خدا فکرم به همه رفت غیر آقا مسعود. به قیافش نمیخورد. سلام کردم ولی نبود، نماز خوندنش اینطوری بود. گفتم کجاست؟ گفتم تو خط دارن میارنش با توییت پیش من. ترکش تو سرش خورده بود. رفتم بالا سرش بغلش کردم. صورتمو گذاشتم رو صورتش. نماز مسعود اینقدر خوشگل خوابیده بود که خدا میدونه. فقط یه جمله بهش گفتم آسد مسعود چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ نه نماز شب خون بودی، نه حافظ قرآن بودی، نه عارف بودی، نه بابا میشه هفتونی اصفهان بشه، محلات اصفهان بودی. چی شد؟ چی کار کردی که تو عالم خواب اومدن گفتن با کار رو بکن، فردا باید بیای اون دنیا پیش ما مهمونی ما.